یک مسئله همین قربانی در یک روز یک همین مسئله را گفتیم. همین قربانی را خیلی که ما چند از زبان شما هم شنیده بودیم، از دیگر دوملوها هم همین سه تقسیم از گفتیم. همین یک کس سوال داد که مثال یک قسمش برای خودت میگن، یک قسمش برای کش تبار، یک قسمش برای مردم. همه را میگه که آیا همه قسمه که برای خود دیدن میکنی همه را حق داری که برای مثال صدقه کنی، اما قربانی در تقسیم کنی مقصد. اون تقسیمات حتمی و ضروری نیست. یعنی یک انسان میتواند همشه خیر کنه، لیکن باید خورد از همون قربانی سنت است. سنت است که انسان از قربانی خودش یک چی تناول کند. لیکن آدمی پولدار باشه یک چی تناول کنه باقی مانده همشه خیر کند هم میشد. اگر همین 2 کیلو خیر کند و ماندگیش خورد، شخصی که هم بغل باشد خودش محتاج باشد ذخیره کند هم اجازت است. یعنی امر در این مسئله وسیع هست، یگان حتمی ضروری ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله 100 شتر کشتن، از 100 شتر یا برده گرفته در یک دیگ پرتافتن، شوربا کردن و یا نوشاکی از شورباش نوشیدن، چون که از 100 شتر گوشت خوردن ممکن نیست، مشکل است. برای همین شورباش خوردن، یعنی که گویا که از تمام قربانیش هرچی خوردن. مستحب است که انسان از قربانیش خودش خورد و مستحب است که دهانش با قربانیش کشاد. یعنی روزی قربان وقتی که از خواب میخیزید چیزی نخورده به نماز عید میرید، از نماز آمده قربانی میکنید و با قربانی افطار میکنید. این مستحب است. لیکن اینجا یگان کار حتمی و ضروری که باید به 3 تقسیم کنی، 3 فایزی نیست. این خیلی چیز به 3 تقسیم کنی یعنی خیلی که خواهی تقسیم کن. خواهی 90 کیلوش خودت گیر، 10 کیلوش به مردم خیر کن. خواهی 99 کیلوش خودت گیر، 1 کیلوش به مردم خیر کن. خواهی 99 کیلوش به مردم خیر کن و 1 کیلوش خودت گیر. یعنی شریعت حد و حدود نگذاشته است. فاطعموا منها، از همون قربانیتون طعام دهید گفته است. قانع و المعتر، یا آدمی پولدار بیامتید مایلش، کم بغل بیامتید مایلش. 1 کیلو به یک شخصی فقیر و محتاج تید، 1 کیلو به یک همسایتون تید اگر چی پولدار است، یا به خویش و تباراتون تید، این کمترینش. زیادش اگر چقدر خواهید خیر و سخاوت کنید، همش اجازت است برادر عزیز.